این باد سرت هنوز خوب نشده ها. قربونت برم. نه آخه بیرون پیش پای شما یه درگیری کوچیکی با آقای شاه حسینی داشت. بازم بله در کوچیک درگیر شدیم. بدهکار بود نداد. ما هم یه عصبی شدم دست کردم نانچکو. ما هم یه کتشو وا کرد و هی تو دادم یه دونه گذاشتم تو مهره پنجش. نمیدونم چرا بعدش دیگه هر چی صداش میکردم اجور سر حال جواب نمیداد. محسن بله. اگه سیاهی چشم بره بالا بده برای بدن؟ برای بدن ضرر داره؟ برای سیاهی چشش رفت بالا؟ آره. کجاست؟ همون پشت بدش کرد کار داشتیم. محسن محمود بگن شاه حسینی رو پیدا کن ببین کجاست. محسن کف از دهن بیاد نشونه خوبیه یا بدیه؟ سیاهی چشش رفت بالا دهنش کف اومد. کجاش زدی مگه؟ یه دونه که تو کمرش زدم حس کردم کافی و وافی نیست. بلند شدم یه تا پرنده یه دونه بالغت گذاشتم پس گردنش. سر 153,000 تومان؟ 153,000 تومان بود که 3 بار به شلیک کرده بودم. 153 تومان. سر 153. سر لگد دومی دیگه اون سفیدیه که گفتم اتفاقو ضرر داره بر بدن محسن؟